آیا می‌دانستی بطری پلاستیکی که امروز دور می‌اندازی، ممکن است تا 50,000 سال دیگر همچنان در طبیعت باقی بماند؟ پلاستیک‌ها از ترکیباتی ساخته می‌شوند که در برابر تجزیه طبیعی بسیار مقاومانند. بیشتر ظروف پلاستیکی، به ویژه آنهایی که در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شوند، به طور متوسط بین 500 تا 50,000 سال طول می‌کشند تا در طبیعت تجزیه شوند. این یعنی اگر امروز در بیابان یا دریا رها شوند، نسل‌های آینده هم با بقایای آنها روبرو خواهند بود. نور خورشید، اکسیژن و رطوبت می‌توانند روند تجزیه را کمی سرعت دهند. اما باز هم این فرایند بسیار کننده است. حالا تصور کن اگر هر نفر فقط یک ظرف پلاستیکی در هفته دور بیاندازد، در طول یک سال چه حجمی از زباله تولید می‌شود؟ تو چه راهی برای کاهش مصرف پلاستیک در زندگی روزمرهات پیدا کردی؟ بیا با هم راه حل‌های ساده ولی مؤثر رو مرور کنیم.